درود و مهر عزیزانم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به یک ویدیوی دیگه از سری آموزشی پایتون خوش اومدید. تو این جلسه میخوام براتون در مورد تایپ کاستینگ بگم یا تبدیل انواع دیتا تایپ ها به یکدیگر که خب خیلی مبحث مهمی هست و اگر کسی اشراف نداشته باشه توی برنامه نویسی معمولا به مشکلاتی برخواهد خورد که باعث خیلی براش وقت بذاره و موضوعات رو برطرف بکنه. من حمیدرضا هستم و هر سه روز یک بار سعی میکنم یه ویدیوی آموزشی از زبان شیرین پایتون داخل کانالم بذارم. امیدوارم به کارتون بیاد، ازش لذت ببرید. در صورت دیدن ویدیوها اگر که علاقه‌مند بودید به این سبک آموزش و این سبک ویدیو، لطفاً با دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله از ما حمایت بکنید تا اگر ویدیو جدیدی هم منتشر شد حتما به اطلاع شما رسونده بشه. با افتخار این جلسه رو با هم خواهیم دید. برنامه اسپایدرمون رو باز میکنیم. مثل همیشه سعیمون بر این هستش در قالب چند تا مثال ساده مبحث رو توضیح بدیم. خب اول من یه متغیر تعریف میکنم به اسم A، مقدار 8.5 رو بهش میدم. اگر پرینت کنم تایپ A رو و بعد این رو اجرا بکنم، می‌بینید که یک متغیر به اسم A تعریف کرد، نوعش فلوت، سایزش 1 و ولیوش 8.5 و اینجا هم گفت از کلاس فلوت هست یا اعشاری. خب حالا میام یه آی تعریف میکنم با استفاده از یک فانکشن، یک متد به اسم int A رو تبدیل میکنم به اینتیجر. حالا پرینت میکنم تایپ آی رو. ببین چه اتفاقی میفته. یه آی تعریف کرد، این دفعه آی شد اینتیجر سایز 1 و مقدار صحیح فلوت یا متغیر آ رو گذاشت برای متغیر اینتیجر. پس تبدیلش کرد به اینتیجر و مقدار صحیحش رو اختصاص داد به متغیر آی. این همجا بذارم که بدونیم. توی اینجا بود دیگه فلوت و این هم اینتیجر. یه مثال دیگه ببینیم. این دفعه آی رو میذاریم 8 و اف رو میذاریم فلوت آی و بعد پرینت میکنیم با اف فرمت رو نشون میدیم. اف مساویس با کروش باز و بسته و مقدار اف رو داخلش خواهیم گذاشت. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا قبلی ها رو پاک کنم. اگر اجرا بکنم یه آی از نوع اینتیجر داریم، سایزش 1 مقدارش 8. با استفاده از دستور فلوت یا فانکشن فلوت اومد آی رو تبدیل کرد به اعشاری و مقدارش رو اینجا برامون نوشت. اینجا هم نگاه کنید f مساوی با 8 رو برامون نوشته. این خروج هم اینجا میذاریم. پس این شد دستور بعدی. پس یکیش اینت بود، یکیش فلوت بود. یه مثال دیگه با هم ببینیم. آ رو میذارم حمید، بی رو میذارم 8 و سی رو میذارم آیه به اضافه بی. خب قبلی رو پاک کنم دوباره. آ رو گذاشت حمید، تعریف کرد، یه استرینگ سایزش 5 ولیوش حمید. بی رو تعریف کرد، اینتیجر سایز 1 مقدار 8 و وقتی میخواد سی رو تعریف کنه بگه آ به اضافه ب، بهم یه ارور خواهد داد، همون تایپ ارور. معنی این ارور به این ترتیب هست که شما یک رشته، یک مقدار رشته‌ای رو نمیتونی با یه مقدار اینتیجری عددی جمعش بکنی. پس نکته اول اینکه نوع داده هایی که شما دارید با اون داده انتهایی باید یه تناسبی داشته باشه. شما نمیتونی حرف رو با عدد جمع کنی ولی میتونی عدد اعشاری رو مثلا با عدد صحیح جمع کنی یا نوع داده صحیح رو به اعشاری تبدیلش بکنی. یا داده اعشاری رو چون تشکیل شده از یه قسمت صحیح و یه قسمت اعشاری میتونی به هم دیگه تبدیل بکنی ولی
یک رشته نمیتونه با یه مقدار عددی با هم جمع بشه. خب من اینو کامنتش میکنم که ازم ایراد نگیره. قبل از اینکه این کارو بکنم B رو میام تبدیل میکنم به string با دستور str B رو حساب میکنم میذارم داخل این. حالا اگر من بگم پرینت کن تایپ B رو نگاه کنید، همین دوتا رو اگر داشته باشم B شد string، سایزش 1 و مقدارش برابر با 8. حالا میتونم بگم چون الان یه B داریم که استرینگه، یه A داریم که حمیده، حالا میگیم C مساوی است با A به اضافه B و بعد پرینت میکنیم C رو. نگاه کنید یه C تعریف کرد، تایپش از نوع استرینگه، سایزش 6. چرا 1 2 3 4 5 6 حمید و 8 رو با هم دیگه چسبوندش و اینجا هم برامون نوشتش. پس چون ما اومدیم هر دوتا رو تبدیل کردیم به استرینگ، تونستیم این دوتا رو اصطلاحاً کانکت کنیم، یعنی که به هم دیگه بچسبونیمش، به هم دیگه وصلش کنیم. خب مثال بعدی A رو میذارم 2.5، B رو میذارم SDR A و C رو میذارم B به اضافه مثلا علی و بعد پرینت میکنم C رو. ببینید چه اتفاقی میفته. A 2.5 بود، یک مقدار اعشاری، این قبلی رو پاک کنیم با هم، یک مقدار اعشاری. B استرینگ A شد، یعنی من اومدم مقدار فلوت 2.5 رو تبدیل کردم به استرینگ. بذار اینجا اینم بد نیست، پرینتش بکنیم B رو، پله پله میریم جلو. A رو گذاشتیم 2.5 مقدار فلوت تعریف شد، B شد استیار اون، ببین شد استرینگ شامل 3 کاراکتر 2، حرف 2، حرف نقطه و حرف 5. خب پرینتشو میگیرم، این دفعه میام با علی جمعش میکنم، شد 2 دات، ببین 2.5 علی و بعد اون رو هم پرینت میکنم. پس من مقدار فلوت رو هم آدم تبدیلش کردم به استرینگ. تقریبا همه چیز رو میشه تبدیل به استرینگ کرد، چون هر کدوم از اینا یک حرف دیگه، حالا میخواد فلوت باشه، میخواد عدد باشه یا هر چیز دیگه، هیچ فرقی نخواهد کرد. مثال بعدی A رو گذاشتم 8500 و پرینت میکنم تایپ A رو، یه مشخصه دیگه. این دفعه میگم B مساوی است با فلوت A و C مساوی است با B به اضافه 8.5 و بعد پرینت میکنم با F، ببخشید یه F میزنم، میگم C مساوی است با کروشه باز و بسته C. با هم اجرا کنیم مرحله به مرحله. قبلی باز پاک میکنیم برای اینکه بتونیم آموزش بدیم کار رو. A شد 8500 فلوت است. تایپ A رو بهمون نشون میده، میگه کلاسش از نوع فلوته. B شد 8.5 به اضافه 8500. میبینید؟ پس مقدارش B شد فلوت A، C اومد B رو به اضافه 8.5 کرد، چون دوتا فلوت بودن جمعشون هم یه مقدار فلوت در اومد و مقدارش رو تایپ کردیم. خیلی ساده بود اما خب بد نبود دونستنش. پس من از دستور فلوت اومدم استفاده کردم بابت اینکه یک مقدار خدمتتون عرض کنم یک مقدار فلوت رو دوباره تبدیل بکنم به این خیلی نیازی به این نبود، چون اینا جفتش فلوتن دیگه. هست این ما کافی بود B رو بذاریم A.
اینجا بهتر بود این کار میکردیم، میگفتیم اینت آ رو برای من بریز اینجا، بکنش بی و بعد اینا رو با هم جمع بکن. مثال اشتباه بود، این بهتر. آ شد اینت آ هم حساب کردیم، 85 صدم اینتش میشه 0. یعنی چی؟ مقدار صحیحش 0 دیگه، مقدار صحیحش 0. دستور بعدی با اینا رو با هم جمع زدیم، شد 8.5. یه مثال دیگه با هم ببینیم. این دفعه آ رو میذاریم یه استرینگ تحتمون 85، بی رو میذاریم اینت آ و سی رو میذاریم بی به اضافه 15 و بعد پرینت میکنیم. حالا این دفعه شیوه ساده این کار انجام بدیم که سی مساویس با مقدار سی. یه دی هم میام تعریف میکنیم، دی هست سی به اضافه 15 صدم مثلا و بعد پرینت میکنیم تایپ. این دفعه اف میزنم میگم تایپ دی ایز تایپ دی. ببین برام نشون میده. خب قبلی رو پاک کنیم. آ شد یه استرینگ با 2 تا حرف 8 و 5. بی شد اینت آ 85 یکی اینتیجره. ببینید من دارم یه تبدیل میکنم که شما بتونید ببینید. سی شد بی به اضافه 15، 85 به اضافه 15 که شد 100. پرینتش کرد، سی مساویس با 100. اینم میذاریم اینجا. به اضافه 15 صدامش کرد. ببین ما یه مقدار اینتیجر داشتیم، اومدیم به اضافه یک مقدار اعشاری کردیم. خب حاصل میشه یک عدد اعشاری یا فلوت. شد 100 ممیز 15 و تایپ دی هم شد کلاس فلوت. این سبک کار رو قبلا توضیح دادم دیگه. اون چیزی که داخل 2 تا کروش هست عملا اجرا میشه و مقدارش برمیگرده. یک جور نوشتاره دیگه، سبک نوشتاری و فرمت نوشتاری. خب مثال بعدی دی رو میذاریم 8.5، ای رو میذاریم اینت دی و سی رو میذاریم کامپلکس. این آوردش خودش کامپلکس دی و پرینت میکنیم اولش ای مساویس با ای و سی مساویس با سی. حالا ببین چه اتفاقی میفته. دی شد 8.5. اینا قبلی رو بذارید دوباره پاک کنم. دی رو میذاره 8.5. بله یه فلوت، یه پارامتر فلوت تعریف میکنه از نوع فلوت، سایز یک مقدار 8.5. ای شد اینتش که 8 بود. سی شد کامپلکسش. ببین وقتی میگیم کامپلکس میکنیم، کامپلکس دی که مقدار چی بودش؟ 8.5 شد 8.5 به اضافه 0 جی. پس من تونستم یه عدد اعشاری رو تبدیل بکنم به عدد کامپلکس. عدد اینتیجر رو میتونیم همین کارو براش انجام بدیم. خب مقدار ضریب جی رو میاد برامون 0 میذاره. این دوتا رو مینویسیم دیگه. من پایینش فقط مینویسم، بالایش دیگه ساده است. خب یه مثال دیگه من ببینیم.
این دفعه دی رو میگم 8.5 به اضافه جی. درست شد؟ ای رو میگم فلوت دی. ببینیم چه اتفاق میفته. قبلی رو پاک کنیم. به من این رو اگر چیزی نزنم خودش یک نمیذاره، ازم ایراد میگیره. اینو در جریان باشه، یه دونه یک میذارم به عنوان ضریب موهومیش. خب اول دی رو اجرا بکنیم. یه عدد کامپلکس بود، سایزش اینه و ولیوش این. توی بعدی وقتی میاد میگه ما تبدیل به فلوتش کن، یه عدد کامپلکس رو نمیتونه تبدیل به فلوت بکنه و ایراد ازمون خواهد گرفت. ما میتونستیم یک عدد اعشاری رو تبدیل به فلوت بکنیم، ضریبش رو میذاشت 0، ولی نمیتونیم یک عدد کامپلکس رو که شامل یه قسمت حقیقی و یه قسمت موهومی هست رو فقط تبدیل بکنیم به فلوت یا اینتیجر. این دوتا مهمه، در جریان باشید. قبلا گفته بودم دیگه، من اگه قرار باشه دسترسی به قسمت‌های مختلف اینم داشته باشم، توی فکر می‌کنم جلسات قبلی گفتم بهتون، با استفاده از یه دستور این کار انجام میدیم. مثلا فرض کنید پرینت کن اون دی رو داد قسمت ایمیجینری شو. im g image، ببخشید ایمیجینری رو، و بعدی هم پرینت میکنیم دی داد قسمت ریالش رو. اگر این رو با هم ببینیم فکر میکنم یادآوری هم هست دیگه. این رو میزنم و برای من 1 و 8.5 رو به هم نشون خواهد داد که 8.5 شد قسمت ریالش، یعنی اینجا، و 1 هم شد قسمت موهومیش، یعنی اینجا. رو من موهومیش رو بنویسم، صورت اعشاری نشون میده 1 تا 0 رسخایی میکنم، و اینجا هم مقدار 8.5 رو خواهیم داشت. یه مثال دیگه هم با هم ببینیم. TPL 1 رو من میذارم A B دوباره A 123 مثلا 123 مثلا 24.5 و یک لیست شامل 1 و 2 و 3. پس یه تاپله که یه قسمتش حتی میتونه یک لیست باشه. درست شد؟ و اول که پرینت میکنیم تایپ TPL 1 رو که مشخصه. حالا میگم TPL 1 قسمت صفرمش رو، یا این اندیس صفرش رو بذار برام C. ببین چه اتفاق میفته. خب قبلی رو پاک کردم، TPL 1 رو زدم، برام اینجا تعریفش کرد، تایپش رو برام اینجا ورد، از نوع تاپل هست. اما وقتی میگم TPL 0 رو برای من تغییر بده بکن C، اجازه بهم نمیده. اینو توی اون معرفی تاپل هم گفتم، یکی از ویژگیاش این بود که قابل تغییر نبود. خب من اگه خواستم یه وقت اینو تغییر بدم بعد چیکار بکنم؟ میگم از تایپ کاستینگ استفاده میکنیم. اول اینو من هشتگ بذارم براش که بشه کامنت. به چه ترتیب؟ میام اول یه ls تعریف میکنم، lst TPL 1 و این رو تبدیل کردم به یک لیست. TPL 1 تبدیلش میکنم به لیست. بعد از اون ls قسمت صفرمش رو میذارم C. درست شد؟ بعد TPL 1 رو میذارم تاپل ls
تاپل LS بود دیگه. و بعد پرینت میکنم TPL 1 رو. ببین چه اتفاقی افتاد. این از اول من پاک کنم. خب TPL 1 رو که تعریف کردیم، تایپش رو هم که با هم دیدیم، اومدم جلوتر این که کامنت بود، تبدیل میام به لیستش میکنم. لیست TPL 1. پس من یه لیست تعریف کردم دوباره از همون مقادیری که داخل تاپل بود. این لیست یکی از همون توابعی هستش که برای تایپ کاستینگ یا تبدیل نوع دیتا استفاده میشه. بعد اومدم LSD 0 رو تغییر دادم، کردمش C، تو اینجا مشخصه. بعد از اینکه تغییر دادم دوباره با یه فانکشن تحت عنوان تاپل لیستم رو تبدیل به تاپل کردم و بعد پرینت گرفتم از اون TPL 1. نگاه کنید اندیس 0 مقدارش شد C، پس عضو 0 شد مقدار C. خب این رو ما قبلا با تاپل نمیتونستیم انجام بدیم، ولی با تایپ کاستینگ وعده‌شو داده بودم. ببینید به راحتی تونستیم این کار رو انجام بدیم. خب جلسه این دفعه یه مقدار طولانی شد، ولی اشکال نداره. سعی کردم که حالا تایپ کاستینگ رو تو جایی که میشه براتون یه توضیح بدم. خب اگر دقت بکنید از انواع ساده شروع کردیم، چند تابع بهتون معرفی کردم، چند متد که هر کدوم یه کاری انجام میداد. مثلا فانکشن اینت که میومد مقدار رو میگرفت تبدیل به اینتیجر میکرد، فانکشن فلوت بود که یه مقدار رو میگرفت تبدیل به فلوت میکرد، str بود که تبدیل به استرینگ میکرد. اومدیم پایینتر و این تبدیل رو با هم دیگه چک کردیم و گفتیم آقا مقدار ورودی و خروجی یا مقادیری که ابتداً میاد بعد تایپاشون وقتی با هم جمع میشن مقدار خروجی رو ساپورت بکنن. اینجور نباشه که شما مثلا فرض کنید یه کامپلکس رو بردارید بخواید اون رو مثلا یه مقدار صحیح رو بردارید بخواید تبدیلش بکنید به کامپلکس، مثلا زورش نمیرسه. کامپلکس انگار زورش بیشتره، از دو قسمت حقیقی و موهومی تشکیل شده، در حالی که قسمت حالا کلا فلوت و اینتیجر یکی از اینها رو شامل خواهد شد. دسترسی به قسمت‌های مختلفی متغیر کامپلکس رو هم براتون گفتیم که قبلا هم توضیح داده بودم، اینجا هم آوردم. یه توضیح هم در مورد متغیرهای سیکوئنشیال یا ترتیبی گفتم. بعضی از اونها مثل تاپل‌ها قابل تغییر نبودند و ما تونستیم با تبدیل کردنش به لیست تغییرات رو اعمال بکنیم، بعد دوباره برش گردونیم به تاپل و اون مقداری که میخوایم که ما اندیسه مثلا صفرش بود رو تغییر دادیم، در حالی که قبلا A بود. خب ممنون از حوصلتون. امیدوارم که این جلسه به درتون خورده باشه. لطفا اگر از ویدیو خوشتون اومد، لذت بردید، به کارتون اومد، دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله رو بزنید، از ما حمایت بکنید. مطمئن باشید رفته سعی می‌کنیم ویدیوهامون پربارتر و بدون مشکلات ریز یا باگ باشه. نگاهتون از ما دریغ نکنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.